افغانستان ماکرد سر؟ ماکرد شغال ابریشم از چندین نگاه، از نگاه تاریخی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی انواع مختلف برای افغانستان بسیار مؤثر و مثمر در طول تاریخ اخباری که راه ابریشم ایجاد شده تقریبا از 2000 سال قبل از میلادی، حتی بعضی از دانشمندان میگن که بیشتر از 2000 سال قبل از میلاد همین راه ابریشم وجود داشتن. در نخست راه ابریشم از طریق چین با آسیای میانه وصل میشد و هدف این بود که کالاهای افغانستان در طول تاریخ زمانی که راه ابریشم با عنوان یک مسیر کلیدی عمل کرده، علمی کشور ما به نام افغانستان نقشی وسعت یا نقشی میانه یا نقش مرکزی در مابین کشورهای عضو در کشورهایی که از طریق چین اموال تجارتی به او کشورها صادر میشد عمل میکرد. به این معنی زمانی که کاروانهای تجارتی از طریق افغانستان یا به آسیای میانه یا به هند یا به ایران یا به اروپا میرسید، افغانستان چی جایگاه اقتصادی داشت؟ گرفتن مالیات. مهمترین منبع اولیه برای افغانستان مالیات. یک مالیات که در حسابداری به نامی شده نمیه که عقصمونه از کالاهای وارداتی باید دیگه میگیره یا حق العوارضی میگیره. افغانستان با استفاده از اون نقطه حق العوارضی میگیره که مالیات از کالاهای تجارتی که بین مسیر اروپا، چین، هند، ایران و آسیای میانه که رد و بدل میشد یا گذر میکرد از جاده کمربند و جاده در سال 1998 یا 1999 چین یک پروژه آغاز کرد به نام کمربند و جاده که میخواست که دوباره علمی جاده ابریشم رو دوباره فعال بکنه تا بتونه که از این طریق بازم دوباره کالای تجارتی از طریق چین و اروپا و آسیا سرازیر شود یا صادرات پیدا کنه. فرضیه تغییر موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیایی خاص خود در طول تاریخ همواره نقش کلیدی را در مسیر راه ابریشم ایفا کرده است و همچنین بازارهای افغانستان رونق بیشتر پیدا می‌کنند. یعنی در حقیقت علمی فرصت پیدا میشه که ما بتونیم که دوباره افغانستان رو به شکوفا برسانیم، دوباره افغانستان بتونه که به خودکفایی برسه، دوباره افغانستان بتونه که جایگاه خود در تاریخ در مابین کشورهای آسیایی و جهان پیدا کنه. در حال حاضر بار دیگر به عنوان چهارراه منطقه اهمیت پیدا می‌کند از پروژه کمربند و جاده چین بتواند افغانستان را به یک از مهمترین مرکز تجارتی تبدیل بکند. جایگاه افغانستان در راه ابریشم نتیجه از یک نقطه ما نتیجه گیری میکنیم که افغانستان در یک نقطه کلیدی موقعیت دارد در صورتی که این پروژه جاده و چین دوباره انجام شود، کارش از سر گرفته شود، دیگه تجارت بین کشورهای چین و اروپا و آسیای مرکزی و آسیای میانه رونق بگیرد، ما میتونیم به عنوان یک از کشورهای مرکزی در مرکز موقعیت داریم، میتونیم از این استفاده کنیم، نفت بریم و